فرزند من حقوق به زیستن داشت. او را از این حق محروم کردند. چرا افرادی که این حقوقی او را زیر پا کردند جزا نمیگیرند؟ این پدر و نزدیکان قربانیان دیگری حادثه های ماه ینور در قزاقستان 3 سال باز عدالت میجویند. آنها که در پی سرکوب مرگبار و خشونت‌آمیز پلیس در اعتراضهای سال 2022 پیوندانشان را از دست دادند، تلاش دارند گناهکاران جزا بگیرند. در این نوار که دسترسی آزادی شد، صحنه سرکوب اعتراضگران در شهر شیمکن تصویر یافته است. بالوروی نرخ گاز و کمبیزاعتی مردم را به خیابان برآورد. آنها استعفای حکومت خودکامه را طلب کردند. نوربولات الپامیسی 19 ساله هم در میان اعتراضگران بود. والدان در جستجوی وی به نزد بینای حکومت آمدند که آنجا هزاران نفر جمع آمده بودند. گازی اشکاور سر دادن، نفس گرفتن مشکل بود. نفس گیر می شدیم. همه گریختیم. فکر کردم از هوش می روم، ولی ما از آنجا بیرون شدیم. من نشستم و به همسرم گفتم اگر وی زنده باشد به خانه بر می گردد. ما فکر کردیم که ممکن وی با دیگر جوانان است و به خانه برگشتیم. دیرتر به آنها خبر رسید که نوربولات تیر خورده در بیمارخانه است. وقتی به دیدن پسرشان آمدند، او الکی مرده بود. همه دکتران را دعوت کردند. تیر به پیشانی کمی بالاتر از ابروانش در آمده به رگ معاینه سر زده است. پزشکان گفتند که او جان باخت. آن شب 5 به 6 ینور سال 2022 در مجموع 20 نفر پرانده و کشته شدند. این آغاز سرکوب‌های خشونت‌آمیز پلیس علیه اعتراضگران بود. در مجموع در حادثه‌های ینوری خونین قزاقستان 238 نفر کشته شدند. بنیادهای حفظ حقوق و ارتش امر دادند که به آگاهی آتش کشایند. والدان نوربولات و دیگر قربانیان از حکومت طلب کردند که حقیقت را روشن کند و گناهکاران را جزا دهد. اما در جواب به دادخواهی مراد عبدالرحیم پدر نوربولات را برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی 10 روز به حبس گرفتند. آنها گفتند بی ترتیبی های عمومی، واندالیسم، خرابکاری ها کردند، ماشین ها را شکستند و آتش زدند. ولی ماشین پلیس از فلز است، آن را می شود عوض کرد، اما جان آدم بی بها است. مگر کسی برای کشتن کودک بیگناه نباید جزا گیرد؟ بیش از 1000 نفر برای شرکت در بی‌ترتیبی های عمومی بازداشت و صدها تن مجازات شدند. کمیته حقوق بشری سازمان ملل خواستار گذرانیدن تحقیق منصفانه حادثه های ینوری شد. سازمان دیدبان حقوق بشر حکومت قزاقستان را تنقید کرد که برای استفاده از زور و سرکوب مرگبار تنها 2 سرباز را جزا داده است.